خالها رو برداریم یا نه. دغدغه شما ها معمولا سه تا سوال اصلیه. یکی این که آقای دکتر این خالی که ما برمی‌داریم بدخیمه یا خوشخیمه؟ دومین سوالی که شما عزیزان میپرسید آقای دکتر جاش میمونه یا نمیمونه؟ و سوال بعدی هم معمولا میپرسن این خالی که ما برمی‌داریم به ما میاد نمیاد، اصلا برداریم ور نداریم، مصلحت شما چیه؟ حالا من به عنوان یه پزشک بهتون توصیه میکنم و مهمترین مسئله‌ای که تو خال وجود داره ماهیت اون خال، یعنی این که این خال آیا بدخیمه، خوشخیمه، چی هستن ماهیت این خال. من اینجوری بگم در کل ما اصولا از برداشتن خال سود میکنیم اگر به نحوه صحیح برداشته بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه اون پزشک که شما مراجعه کردیم بهش حتما باید خال شما رو معاینه کنه، ببینه و اینکه یه هیستوری و یه تاریخچه از شما بگیره و تشخیص بده که آیا این خال ممکنه که در آینده برای شما یه مشکلی ایجاد کنه یا نه. و بهترین کار نمونه برداری است. خیلی از عزیزان، خیلی از شماها مقاومت میکنین در مورد نمونه برداری. عزیزان توصیه میکنم این کارو نکنین، این به نفع شماست. خیلی از خالها هستن با توجه به اینکه ظاهرشون هم خوشخیمه ولی متاسفانه بعضی وقتا مشکل ساز میشن. پس به پزشک خودتون حتما اعتماد کنین و بذارین پزشک کار خودش رو انجام بده و این مهمترین نکته بود که من اولش گفتم. ولی در مورد اینکه آقای دکتر این خال جاش میمونه یا نمیمونه یا اینکه بهمون میاد یا نمیاد، یه چیزی هست که مربوط به پوست شما میشه. اون پوستایی که معمولا اسکاروژن هستن و اونایی که جوش در میارن جای جوششون میمونه یا بعضی وقتا میمونه یه زخمی ایجاد میشه و اون زخم جاش میمونه، معمولا خالها هم ممکنه که وقتی برمیداریم جاش یه خورده بمونه. ولی شما نگران نباشید، ما یه سری پمادهایی برای شما تجویز میکنیم که و سعی میکنیم که این خالها جاشون نمونه. ولی این چه خال میاد یا نمیاد این یه چیز شخصیه. شما اگه دوست دارین خالتون رو بردارین، اگه دوست ندارین در صورتی که خالتون مشکل ساز نیست میتونین نگه دارین. همین. سلامتی شما مهمترین ثروت شماست. تو کامنت هم یه سری اطلاعاتی در مورد خالها دادم، انشالله مطالعه بفرمایید. متشکرم.